سوالای بچه‌ها اینه که میزان سرمایه‌گذاری توی این بیزنس به چه صورته و مراحلش به چه صورته در واقع. درسته. ببینین شما بعد از اینکه در واقع تو وبسایت ما رجیستر میکنین، حالا یا اسم و ایمیلتون رو میفرستیم، ما این کار رو انجام میدیم یا خودتون انجام میدید. بعد از اینکه رجیستر شدیم و وبینار 90 دقیقه‌ای انگلیسی و فارسی برای شما فرستاده شد و این وبینار رو دیدین، سرمایه گذاری در واقع توی سیستم ما توی دو مرحله است. مرحله اول که سرمایه گذاری که میکنین در واقع حق عضویت یا ورودیه. در واقع شما 149 دلار آمریکا رو پرداخت میکنین و وارد دوره ترایال 30 روزه ما میشین. تو این دوره چه اتفاقی میفته؟ یه سری اطلاعات کامل شامل این که اسم کمپانی ما چی هست، چجوری کار میکنه، درآمدها به چه صورت هست و چه لول هایی داریم آشنا میشین. حالا برای اینکه بخواین ادامه بدین و توی سیستم ما بمونین، میرین وارد مرحله بعدی سرمایه گذاری و اگر به هر دلیلی تمایل نداشته باشین که با این بیزینس ادامه بدین، میتونین ایمیل بزنین و 149 دلار شما به حسابتون برگشت داده میشه. در واقع ریفاندبل. 30 روز فرصت دارین که شما این ویدیوهایی که تو این دوره برای شما فرستاده میشه حدوداً 8 تا 10 ساعت نگاه کنین ویدیوهاتون رو و تصمیمتون رو بگیرین که آیا میخواین وارد این بیزینس بشین یا نه. که توی این 10 ساعت هم گفته میشه که شرکت استراکچر شرکت به چه صورت، روش‌های کامیشنش به چه شرکت، پالیسی شرکت، موارد قانونی، خیلی از اطلاعات کامل گفته میشه که و اگر که خب به هر حال نخواستین و تمایل نداشتین که این پول برگشت داده میشه، ولی به هر علتی که خواستین وارد این بیزینس بشین که واقعا پیشنهاد میکنم که این فرصت رو از دست ندین، این 149 دلار شما در واقع هزینه حق عضویت یا حق ورودی شما به این سیستم هست. و تو مرحله بعدی سرمایه‌گذاری اصلی شما بعد از دوره ترایال هست که این سرمایه‌گذاری از 2500 تا 10000 دلار آمریکاست که این مبلغ میتونه تو کشورهای مختلف مثلا تو کانادا حدوداً 13-14 هزار دلار میشه یا تا اروپا اینا فرق میکنه مبلغش. سرمایه گذاری میکنیم و مقداری که شما سرمایه گذاری میکنید ارتباط مستقیم با مقدار درآمد شما داره. بر فرض مثال شما اگه با مبلغ کمتری وارد این بیزینس بشین، درآمد کمتری هم کسب میکنید و اگر مثل ما با حد اکثر سرمایه گذاری وارد بشین، از همون ابتدا سودی که از این سیستم به دست میارین 2 برابر خواهد بود که واقعا پیشنهاد میکنم این کارو بکنید. و چون سیستم کمپانی ما به صورت فرانچایز مدل هست و توی سیستم های فرانچایز در واقع شما یه مبلغی رو میدین و سهام اون کمپانی رو میخرید. از مزیت‌های بیزینس ما اینه که این مبلغی که شما بابت سرمایه گذاری و خریدن سهام میکنین از بین نمیره. چرا؟ چون در قبالش کمپانی میاد یه محصول به شما میده و این محصول یه محصول لوکس که مربوط به سلامتی شماست و کشورهای معتبر دنیا هم تاییدش کردن، از امریکا یا کانادا برای شما فرستاده میشه. پس در قبال اون هزینه‌ای که پرداخت میکنیم بابت خرید سهام شرکت یک حالا دریافت میکنیم. و اینکه مبلغی که شما پرداخت میکنین، اینو به طور جدی میگم، اگر شما خوب فعالیت کنین به صورت نرمال تو 5-6 ماه اول اون مبلغ به شما برمیگرده، یعنی شما به سوددهی میرسین. در واقع وقتی که سرمایه گذاری کردین و دوره‌های ترینینگ دیجیتال مارکتینگ برای شما فرستاده شد، بعد از اینکه شما در کنار یک کوچ و منتور 24 ساعته قدم به قدم این دوره ها رو که به صورت ویدیو بیس هست نگاه میکنین و آموزش ها رو یاد میگیرین، اجرا میکنین و بعد از حدوداً 3 ماه تا 4 ماه وارد مرحله بازاریابی، ادورتایزینگ و در واقع سوددهی میشین و این مبلغی که شما در ابتدا بابت ورود به این بیزینس پرداخت کردین بهتون برمیگرده و تو ماه 7م 8م واقعا شما درآمدهای ماهیانه 4 رقمی و 5 رقمی و حتی بالاتر بستگی به میزان فعالیت شما داره. هر چقدر که شما فعالیت بیشتری داشته باشین تو این سیستم به نسبت درآمدی که به دست میارین بیشتره. البته بیشتر وقتی که شما میذارین تو زمانی هست که دارین ترین میشین، بعد از اون 2-3 ساعت در روز واقعا کفایت میکنه و اینکه شما درگیر نمیشین و میتونین هر جایی که میخواین، هر زمانی که دلتون میخواد این کار رو اجرا کنین، چون سیستم بر اساس فانل هست. اگه کافیه که شما حالا یک لپتاپ یا این گوشی همراهی که اینترنت متصل باشه بهش کنارتون باشه که بتونین بیزینستون رو فقط منیج کنین و هیچ سختی برای شما نداره. یعنی در واقع شما میتونین بعد از 3-4 ماه به عنوان یه شغل پارت تایم حتی بهش نگاه کنین. میتونید در کنار بیزینس خودتون یا حتی
هر حرفه‌ای که هستی میتونید این آموزشی که شما میبینید میتونید برای بیزینس خودتون هم ران کنید و درآمدهای چند جانبه داشته باشید. حتی سال اول به این صورته، ولی سال دوم درآمد به صورت لگاریتمی بالا میره. فقط سال اوله که 4 رقمیه. 100% هیچ کس ما نداشتیم که تو سال دوم درآمد ماهیانش 4 رقمی بوده باشه. همگی به درآمدهای 5 رقمی رسیدن. بله. و یه واقعیت هم هست. البته که مهدی جان خیلی راجع به این بیزینس موقعی که ما ورود زدیم خیلی تحقیق کرده بودیم. حدودا از زمان کووید 3 سال. مهدی جان خودش مهندس خیلی بسیار آدم دقیق و حساسیه. بعد که وارد این دوره ترایل شدیم دیدیم چه افرادی داخل این بیزینس هست، همه تحصیل کرده، دندونپزشک، مهندس، واقعا افرادی که حرفه‌های خیلی سنگین و آنچنانی و خوبی داشتن. البته داریم خانمای خونه‌دار، داریم افراد مثلا چه می‌دونم بازنشسته، داریم دانشجو، داریم همه جور افراد میتونن وارد بشن. فقط کافیه شما سنتون قانونی باشه و به راحتی میتونید بیزینس رو انجام بدین. ولی منظورم از این بود که وقتی ما وارد این بیزینس شدیم دیدیم چقدر افراد تحصیل کرده داخل این سیستم هستن و دارن درآمدهای آنچنانی کسب میکنن و کمک میکنن به اطرافیانشون که درآمدهای بالا داشته باشن. به غیر از اون هم یعنی شما وقتی که بیزنستون ران شد، همیشه ران کردن یه بیزنس یه چند ماه طول میکشه. بعد که ران شد شما سال اول دیگه، سال دوم دیگه انقدر بیزنستون بزرگ شده و درآمد 5 رقمی دارید که وقت اضافه دارید، هم حتی میتونید با اون دانشی که دارید هم به افراد ایندیویدوال، به افراد شخصی آموزش دیجیتال مارکتینگ رو بدین، هم میتونید اگر بیزنسی خودتون داشته بودید مثلا در قبل میتونید پروموتش کنید و باعث بشه که اسکیل بشه و رشد زیادی بکنه. هم میتونید با خیلی از کمپانی هم حتی قرارداد ببندید و بیزنس اونا رو درشت بکنید و بزرگ بکنید، که البته من فکر نمی کنم که اصلا هیچ وقت از این کارا رو بکنید، چون انقدر کمپانی، شما از کمپانی درآمدهای بزرگی به دست میارید که اصلا دنبال این مسائل نمیرید، مگر اینکه علاقتون، عشقتون روی حرفه خودتون باشه و دوست دارید که اون حرفه‌ای که تا الان انجام دادید رو حفظ کنید و رشدش بدید، این کار رو انجام میدید. اینم از قابلیت‌های دیگه بیزنسه که حتی بعداً هم حتی کوچ میشید، باید یه سری افراد رو توی شرکت آموزش بدید که یه درآمد جانبی هم دوباره از اون ور هست. درآمدهای مختلف هست که و اپورتونیتی مختلف. کسی که بخواد واقعاً شرایطش عوض شه و درک این رسیده که حقوق بگیری ما رو به جایی نمیبره، این بیزنس به درد اون آدما میخوره، هر قشری باشه فرق نمیکنه. سوال دیگه؟ نه، من مورد شما همه چیزو گفتید و فکر کنم اگر دوستان سوال چیزی داشتن حتما کامنت بذارن برامون، ما توی جلسات بعدی حتما صحبت بکنیم در مورد شما. مرسی از حمایت همیشگیتون، عزیزایی که تازه به جمع ما پیوستن و دوستان قدیمی ما، مرسی که همیشه حمایت میکنیم. خیلی خوشحالیم که شما رو کنارمون داریم. ان شاءالله این فرصت جور بشه که بتونیم حضوری همدیگر رو ببینیم و همدیگر ملاقات کنیم. بله. روز و شب بر همگی شما خوش. خدا نگهدار از روز آفتابی مونترال.